نشسته بودم تو اتاق مامانم که یهو به ذهنم رسید که اینا رو بکنم. از اول امسال به مامانم قول داده بودم که دیوار اتاقش رو براش رنگ کنم، از شر این بلکای مسخره‌ام خلاص شم، ولی خب تا الان تنبلی کرده بودم که دیگه یهو به ذهنم رسید اینا رو بکنم و شروع به کار کنم. اولش خیلی خرسند بودم از اینکه دارم همچین کار میکنم، ولی بعدش به حرف مامان رسیدم که گردنت میفته. خود کرده رو تدبیر نیست دیگه. من نمیدونم حالا اینجا کاربرد داشت یا نه، نمیدونم. خلاصه که دیدم تنهایی نمیشه دیگه، یعنی دهنم سرویس میشه. با اینکه حال میداد کندن اینا خیلی بال بودی، شیت کنده میشد، ولی گفتم خب یار کمکی نیاز دارم. زنگ زدم، ایشون خواهرزادم هستن که اومدن به کمکمون. واقعا هم خیلی بهم کمک کرد، اگه نبود واقعا خیلی برام سخت میشد. قسمت سخت ماجرا این سقف بود که به سختی و با کمک امیرعلی سقفم در آوردیم دیگه. از اون جایی که 7-8 لایه رنگ خورده بود، این بلکا هم روی اون رنگ اومده بود، نقاشی دوران کودکیمو پیدا کردم. اون نقاشی دوران کودکیم بود، خیلی جالب بود برام. بعد از کندن این بلکا دیدیم وضعیت دیوار خیلی خیت‌تر از این حرف هست. یه ترکای وحشتناکی داشت که مجبور شدیم گچکاری کنیم دیگه. این بچه هم داشت گچکاری میکرد دیگه، واقعا خسته شده بود. بریم ولاگ بعدی بقیه‌شو براتون بگم.